خدا کسمی کارشان با الله برکت کن، پیر استادشان با هوادنی بلاگردان تربیت کنن، هر بنده مومن غایب و حاضر شوند، پاشا با انصاف و عدالت کن. خدا کوبتی نگاه دارم، خدا در کمرم من از بلای شب از بلای روز خدا در پناهش نگاه دارم. سفراتون بی خطر شوند، پیری کارتون حضرت داود علیه السلام قول کنم شویش کارتون نکن. زمانی با واسطه راه ابریشم با وادی زرافشان جوگیان راه یافتند و اینجا مقیمی گشتند. از آن زمانها عصرها گذشتند. جوگیان در گرد و اطراف محلها و دهه‌های گوناگون زیسته از تاجیکان تهجویی مدنیت و رسم و رسوم آموختند، گرچنده در رسومشان دیگرگونی‌های کلی دیده می‌شد. هزار سپند آوردم، بلاهای دفع کردم، خدا اکن نقش در تقام بیدرد و بیغم کردن. صدقه طلبی یکی از خصلت‌های میراثی جوگیان است. امروز در بازارها، نزد مسجدها و در موضع‌های راهگذر جوگیان صدقه طلب را می‌خوریم. الها من قدم رسه بلا نرسد خانه که توی تماشا شد. سادگیت خیر شود خیر که قبول شود خانه که توی تماشا شود. وقتی که آدم تا موم هوا در دنیا بنیاد شدن، همون به رزق پیدا دادن. محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم رزق دادن. رزق دادن که تمام خلق آمد. وقت رزق دادن با تاجیک و ازبک و ارس و تمام ملت آمد. لیکن از آنچه محمد پیغمبر ما حضرت بلال بودن و انسان آدمی ما بودن، ملت ما بودن. وقتی که به آدم خواب رفتن و اصحاب کسی آمدن که در همون به حضرت بلال رفتن پیش محمد پیغمبر گفتن که شما گفتن رزق من اتید که منم برم در بنده هم بتیم. در همین جا محمد پیغمبر گفتن که شما دیر مانده آمدید. در همین کنی تربه به یک کف گندم ماندگی بود. گفتن که من همین گندم میگیرید و با هم میبینید. در همین جا این آدم عراض کردن، گفتن که همین قدر خلق به شما کدی تربهش دادید، برای چی شما دمن به همین یک کف گندم دادید؟ هم گفتن که من نمیگیرم. اینا گفتن رو گردن که گندم گرفتن و شاشیدن. گفتن که از دست من نگیرید از بال همین خلق چنده میخورید. برای همین اکه در دست ما با قمچین حضرت علی دادن، تربه حضرت علی دادن که ما یا همین هر از ره یافتگی هر یک تیاق ما شفا اول خدا همین تربه که در زن ما در کیفتش برداشته میگردد ویم شفا داره. این دعای پر رفتگی کرد. ما همین کسم ما همین هست که بچه میخی خره ما از طلا شودم که همین دست فرزند شما غلطیدگی نان نخوریم اگر ما اشکم ما سیر نمیشد. پیش از جنگ بزرگ وطنی جوگی‌ها آزاد بودند، با کسی اطاعت نمی‌کردند، آواره‌گرد بودند، زندگی کوچمنچگی داشتند. جوگیان این گروه خرد اتنیکی عین زمان در محله نواباد شهر پنجکین کایهاست که زندگی می‌کنند و طرز روزگار و معیشت خود را دارند. از کوه بلند چله به دست آمده‌ام، در توی اکام بلبل مست آمده‌ام، رومالچه نیافتم که تبریک بکنم، سر تا قدمش تنگه طلا بکنم. تریزک شاده گل دیدم، در شاخ گل بلبل دیدم، هیچ ندیدگی دادرم بر خوابی شبان دیدم. در تگی چناری دو برا خواب بودم، بیدار شدم همین عروس میگذره. ای عروس جان چشمکات باد بره، در میانه قاشات مرا خواب بره. در بین جوگیان صدقه‌کنی و فالبینی معمول است. اکثر زنها از گذشتگان خویش این کسبه را میراث گرفتند. به نیت سبب و از بیماری‌ها نجات یافتن درماندان را نزد زنهای صدقه‌چی می‌آورند. بسم الله الرحمن الرحیم. دست امن شود نجات خدا شود، پر مرتم سرور دشمنم بود. دست من نه دست بی فاطمه بی زهرا، حسن حسین کبریا آدمکی سفید طلا. خدا ادب بیدر شود خدایا، پیش کش چملق بینه پشت کش تخت بینه، سوق باشه روه حسود باشه روه، دست امن شود نجات خدا شود. بسم الله الرحمن الرحیم. دست من نه دست به فاطمه به زهرا.
خدا کشایش کارکتی خدا مرتبیت الوق شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ادمی پدر مادرش دویده گرده آب بارم به روشنایی دینا برآمده روه خدایا. اینو نقشای بسیار چیزای ناز اینو میدونن میراثی من تو حتی آدمیزاد در قدرش رسم و همینوی بینم و بابام و گذشتگانم به خاطرم استاد و ایسم فراموش نکنم گفتن من همین کوزه با خدا رحمتی پدرم پدرشون دستشون شتگی یعنی در این بارم بیاد دور نشمانم یکون 200 سال 250 300 سال بازا من همین بابا آورده دادم به دادگی خدا رحمتی دادم من بین دادگی اینه همش امیست اینو میسای تازه اوتا اینو دور زمانش به مهون تو حالی حاضر زرگری کرده گشته بودم خواهی من حاضر همین میکنم این قشلاق دیهی ما بسیار بچه زرگر سوهای کلان است استوهای نقاش های آهم با استوهای بسیار نقاش بچه ها هست چوینکی شکستگی باشد پلکای شکستگی باشد لگندو شکستگی باشد. ҷӯгиён аз қадим ҳунармандони моҳиранд. ҳалқаю дастпона, ангуштарину овоза месозанд. ҳунарҳои заргарӣ, оҳангарӣ, мисгарӣ, қадоғкунӣ, пӯпакбофӣ байнашон маъмуланд. мо рафта дар қишлоқоба одамои анҷомашона қадоғ кара метем лаганду сатилу чойнаку шокосаю филако 4 литри обкушонию радиатори мошин паят кардам халаденик соз карда метем шикастагӣ бошад вайрон бошад соз карда метем орд нон оварда медонанд одам мана ҳамихелин карда мо ризқи рӯзия гузрондостем. ҳоло ки талаботи мардум ба маҳсули ин ҳунарҳо кам шудааст ҷӯгиён бо чорводорӣ машғуланд. از سال 1981 این جانب من در چرواداری مشغول هستم گپ تئوریش از سال 81 این جانب در اون وقت زنم نبود پدر و مادر بودن خدا با شکر همون وقت یک تا مال گرفته میدادم بونه کرده گشتم سال 82 سال زن گرفته دادم بعد خودسرانه زندگانی کردن از همون دور 80 سال تا همین روزه من فقط چرواداری با مشغولم فقط مهنت همین چروا کده مشغولم شب میخزم مهنت میکنم روز میخزم مهنت میکنم دور سویت به کلخوزم کار کردم یه دو روز دنیا بودش آدم به آدم میمان بودش یه دو روز دنیا بودش. то солҳои ҷанги бузурги ватанӣ ҷӯгиён духтарони тоҷику ӯзбекро ба занӣ мегирифтанд, лекин ин гуна никоҳҳо ангушшумор буданд. мо вориди хонае гаштем ки он ҷо соҳибхона Алӣ ва Муҳаррам таоми миллии қилбиндӣ мепухт ва ҳини суҳбат бо ӯ аён гашт ки модаркалонаш тоҷики яке аз деҳаҳои панҷакен будасту бо амри тақдир айёми гуруснагиҳои ҷанги бузурги ватанӣ риштаи ҳаёти хешро бо ҷӯгиён пайвастааст. ҳоло Алӣ ва Муҳаррам соҳиби 5 писар 27 набера буда дар як ҳавлӣ зиндагӣ доранд. келини хурдӣ аз ноҳияи Ургути ҷумҳурии Ӯзбекистон, миллаташ ӯзбек мебошад. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр шароити зисту зиндагии ҷӯгиёнро ба назар гирифта ба онҳо қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ ҷудо кардааст. дар маҳаллаи мо қариб 1413 нафар ҳозир аҳолӣ зиндагонӣ мекунад ки ин 280 хоҷагия дар бар мегирад. ман ҳамин бачаҳоя ба рӯзҳои суботникоба барои ободӣ барои тоза кардан кӯчаҳоя ҷойборҳоя тоза кардан ман бисёр ташкилот карда истода ҳамин бачаҳо мебарорам ки ҳамин шаҳрмою кӯчаҳомою маҳалли мо обод шавад гуфта. аз тарафи ташкилотҳои байналхалқи ҳайати шавқат як ном буд ҳамин хел ташкилот ба мо вадаparovоз дар ҳар як кӯчаи мо вадаparovоза оби нӯшокӣ гузронда доданд оби нӯшокӣ доданд. баъд аз вай трансформатор шинонда доданд ки мо ҳозир худо ба шукр свет об ҳамеш нағд дар вақташ ба мардуми мо пули света супурдош пули оба супурдош. раҳмат ба ҳукумати шаҳра мо хусрав абдуназаров ки мо як дастгирӣ карда мана ба қариби дамо замини назда ҳавлигӣ тақсим карда метиянд
در قریب 150 نفر به ما از همین حکومت ها جدا منت داریم. خلق ما منتدار هستند. در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 15 و 34 سالهای شوروی جوگیان تحصیل می‌کردند. حالا باشد آنها در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 15 می‌خوانند. در مکتب ما از محله نواباد 29 نفر خوانندگان تحصیل می‌کنند. در صنف‌های 1 و 4 22 نفر، در صنف‌های 5 و 9 7 نفر خواندن خودشان را با بهای 4 و 5 دوام داده ایستادند. بنابر عوض نمودن جای استقامت پدر و مادر فرزندان خودشان را با حجت‌های لازمی از مکتب ما می‌گیرند. نظر به سال‌های پیشین توجه پدر و مادر به مکتب معارف خوبتر شده است. در هر یک صنف زینه اول تعلیم 2-3 نفر جوگیان تحصیل علم کرده دوامات خوب دارند. در صنف 3 که من درس میگویم اوبلوبردیف اویبک در صنف 3 میخواند و همیشه به درس ها تیار با بهای خوب و علا میخواند و همیشه از درس ها دیر نمیماند و پرگل هم نمیکند. بسیار نظم میخواند، آدابش هم نظم. در بین بچه ها با هم صنفانش نظم معامله میکند. عزیز و مهربانم کیست مادر، فراغ دیدگانم کیست مادر، زبانی مادری عمیق بر من همیشه در زبانم کیست مادر. کارمندان شعبه معارف برای جلب کردن خوانندگان به مکتب با والدان کارهای فهماندهی میبرند. حرکت میکنیم که با همین مردم محله نواباد همین فرزندایی که از مکتب بیرون ماندگی همین یا به مکتب جلب کنیم که رفته ایستاده مکتب خوانده یک هیچ نباشد که همین خط سواد خودش هیچی نشودم خط سواددار شود که یک جا رفتن بعد همین عذاب نکشن. من معلم ها آمده ایستاده ما بچه های ما به مکتب جلب کرده سین روی خط گرفته سین برای همین فرزندای ما مکتب خواند گفته ایستاده. جوگیان مثل شهروندان جمهوری تاجیکستان از حقوق و عهده‌داری های خود باخبرند. عموما هر یک فرد گودک دختر و پسر زن و پیر برنای تاجیکستان دعوت میکنم به مهنت حلال. اگر چی دقیق وطن به یک دلانه شده خدمت کنیم. حاضرم من خدمتم من تیارم. اگر خواهد که همین تاج همین 5 کتا نامش گفت که همین اشتراکچهای بین الملل کدامش خدمت میرود گفت من بجانم میرم. نروم اگر شما گوید که نامرد بودید گفت خدمت میکنم. برای اون که ما خدمت نکنیم این وطن کی خدمت کرده کی کار کرده پاسبانی میکند. پاسبانی کردن در کار. از خدمت وطن نگریزید. یک اومده در دنیا یک میگذارید نکن یک اومدن به نام نیک گیره تا آخره بره تو نکن اینجا به اور و ناموس در کار ننگ در کار وطن به خدمت کردن هر یک قرض وطن هر یک قرض کار وطن هر یک مرد سالم پسر دختری همین وطن به قرض. ساکنان محله نواباد در قطار دیگر خلقیت‌های شهر پنجکین اهلانه زندگی نموده شکر آسایشتگی سری و پوری میکنند. در غریبی گشته گشته رنگ زرد آوردیم رنگ زردم را به پیشی اهل درد آوردیم رنگ زردم را ببینو از خزانم یاد کن در سری قبرم بشینو یک دمی فریاد کن منم بودم در جهان اجل آمد ناگهان نبود دردم به درمان از خدا آمد فرمان فرزند را کلان کردیم از ما رسانید خبر گوین الهی آمین در این روزی مرادیم